یکی از مشرکا درون غار در آمد رو به روی ما پیشاب کرد، تارش کس ما دیدستیم من پیغمبر خدا را دست شقیدم که ما را میخپنه که گودن در سجده میکنی میگن نه خط 1000 بار میکنم همین را نمی خلق خدا همون مرده های خدا مرده شو. یک تارتنک آمد دهنی غار در تار کشید دشمن ایراش گشت رفت. حتی حضرت ابوبکر میگفت است که سرشان خم میکردن ما را میدیدن، اینمی سرشان خم میکردن ما را میدیدن که دشمن رسول اکرم و خونه ترتنک. السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. اکنون شرکت اونتور برای شخصانی که نیت سفر به حج، عمره یا فرضی رفتن را دارند مرحمت پیشنهاد نموده است. از همین روز به قیدگیری سر می شود. نرخ‌های بلیط ها را برای عبونتی‌های ما راهی فرد و خیلی هم ارزان میکنند. از نام کانال ما مراجعه نمایید. شتاب تو دیر نمونید. برای معلومات بیشتر در نمرهای روی اکران بوده +7 926 965 2373 زنگ زنید یا در واتساپشان مراجعه نمایید. الله حاجتتان را قبول گرداند. پناهی پناهندگان الله های مور الله پناه میتیا، پناهی پناهندگان الله های محتاج دادرسی ما الله های. بعد از او بخشنده تمام گناهگارا های، معنی غین نمین بدای تمام گناهگارا را میبخشه، همه ما را پناه میتیا. اگر پناه نتیا قسم به خدا یک وجب زمین ما را بجا کردن نمیتونه. اگر نپوشونه کو ای دستی ما هیچ چیز نمی بیایا. برای همین پناه خودش میتیا. وقتی پناه داد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تارتنک آمد دهنی غار در تار کشید دشمن ایراش گشت رفت. یک تارتنک دشمن پیغمبر چشمش کور میکنه. یک کبوتر دشمن پیغمبر چشمش کور میکنه. خداوند در قرآن سوره داره با نام عنکبوت، سوره عنکبوت داره تارتنک. لأهون البیت، ای همه خانه های به قوت و خانه های به مدار، خانه هایی که هیچ ارزش قوت نداره، قرآن میگه بیت العنکبوت، خانه تارتنک های و به قوت ترین خانه خداوند دشمنی پیغمبرش خودش جمع کرد. کسی که دشمنی رسول اکرم و خانه تارتنک های و هیچ نیست. الله سوره عنکبوت داره، خداوند در قرآن وصف میکنه که بسیار زندگی ها میگه رنگ تاری تارتنک های. کسی دشمنی رسول های و تارتنک های، کسی دشمنی رسول های و تاری تارتنک های و یه روز میکنه نیست میشه میروه. وقتی دهنی در غار دا میدراین دشمن ها با اون غرانی، حتی که حضرت ابوبکر میگفت است که سرشان خم میکردن ما را میدیدن، اینمی سرشان خم میکردن ما را میدیدن. لیکن گفتن اگر میدرومد همی تارتنک چپا میکرد ترشا میدرومدن. معلومه اینجا درومدگی نیستن، میگردیم میریم. اون غیاسای، اون خدا غیاسای، او پناه میتیه پناهنده ها را، دوستاش خودش نگاه میکنه، مومنین خدا را خودش نگاه میکنه. برای همین همیشه استغاثه از خدا کنیم، پناه از خدا طلب کنیم، یاردم از خدا طلب کنیم. او ما را یاردم میتیه، او ما را دستگیری میکنه. غین معنیش همین بده با گناه ها ما را میبخشه. حضرت ابوبکر صدیق روایت میکنه که زمان در داخل اون غار بودیم، یکی از مشرکان درونی غار در آمد و رو به روی ما حاجیا، غار ثورش ما دیدگی هسته، چه پیغمبر در همون وزبین ترین گرمی به همونجا بر آمدن و جاشتن غار ثور ده. اکثر حاجیا دیدگی هستند. ابوبکر صدیق میگوید که وقتی ما قد پیغمبر در همون غار بودیم، یکی از مشرکان درون غار در آمد رو به روی ما پیشاب کرد، تارش کس ما دیدستیم من پیغمبر خدا را دست شقیدم که ما را میخپنه که ما را میبینن. میگه پیشاب کرد اهمیت نداده غار بر آمده رفت. تو فرستاده خدای ما را ندید. گو ابوبکر الان این غار و کوه چنان ملائکه ها با بالهاشان پیچاندگی هستند که اینها دیگر امروز هیچ را نمیبینن. پروردگار همیخواد نیروهای داره که ما بخبریم، خداوند همیخواد نیروهای داره که ما بخبریم.
اونها میبیاین میپیچونن اطراف ما، هیچ کس او را نمیبینه. برای همین جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کردن که این غار الان ملائکه الهی هم که پیچوندگه ابو بکر، امروز ما اوتر هیچ کس نمیبینه. این خدا غیاس ای، خدا غیاس ای، حق استغاثه را او داره. خدایا ای تو پناه میطلبیم چشم دشمنای اسلام کور که، خدایا ای تو پناه میطلبیم چشم قرآن بدبینا را کور که، خدایا ای تو پناه میطلبیم دین تا همیشه زفر ته. خداوند یک توحید داره نام او ربوبیت ای. معنی ربوبیت چیست؟ تربیتگر. چی خیلی تربیت میکنه؟ حضرت مولانای رومی در مثنویش آورده بخش مرده و مرده شو. این بحث و نقل چند بار کرده بودم. مرده شو وقتی بالای مرده میبیا، مرده را میبینه که مرده در بالای تخت خوابه، میخواه مرده را بشوه. چی خیلی بخواه مرده را همون خیل میشوه و غیل میزنونه، چی خیلی بخواه مرده را توپ میتیه، چی خیلی بخواه مرده را میبرداره همون را به اصول خودش. مرده هیچ کار کرده نمیتونه، ای دستش هیچی نمیبیا، منتظره. میگه توحید ربوبیت معنیش همینه که تمام خلق خدا همون مرده های، خدا مرده شو های. این سحری جمعه اومدی مور خدا آورد، پول میوی خدا دادد، فرزند خدا داد، سلامتی را خدا داد، دردم خدا میتیه، رنجم خدا میتیه، پیشگاه را خدا میکشایه. اما او ربی، رب العالمین ترا تربیت میکنه، تو همون مرده ای، تو نگو من همون تود میتیه هر خیل بخواه. انامین توحید ربوبیت میگفتیان چیزی که داری ای او دان، او بخواه همون کار میشوه، او نخواه نمیشوه. برای همین او را میگه عالین به ربوبیتی، درجه یکم داره در تربیت مخلوقش، درجه یکم داره. دوم عالین به ربوبیتی و الملک، در ملکش تربیت بینین، بعد از او در قدرتش تربیت بینیم. علیهم بما هو کائنون، تمامی چیزی که به چشم میبینین این همش در داخلی تربیت الله های، الله خودش تربیت کنه. یکی آمد به اینجا جمعه خون، یکی جمعه نیامد، همه این خدا در پیش رحیمامون ای بندگو اختیار های بگیر، اختیار کردی رای نماز هم میبیایی، اختیار کردی رای جمعه را میبیایی، اختیار نکردی با دیگر راه هست و برمیرای، همش به اختیار خود جواب میتی. تربیتگر الله های، ما را تربیت میکنه به قدرتش، در ملکش یگان چیز از تربیت او بیرون نیست. وقتی ابلیس یک مراتبه من گفت رفت لعین شد، خودش خواست تکبری را، خدا نگفتش. خدا گفت آدم در سجده میکنی، میگه نه خط 1000 بار میکنم همین را نمیکنم. میگه فرمانی منه، میگه نه نمیکنم. و یا خاک بوی گرفتگی من از الله بوم، ای عزازیل امری من ای، نه نه اگر خطا گویی 1000 بار میکنم آدم نمیکنم، خطا گویی 1000 بار میکنم اما آدم نمیکنم. با یک نافرمانی کبر بین کجا رفت، همون را خودش اختیار کرد. تربیت خدا همیه، تربیت میشوه که آدم به سوی نیکی بیاید، راههای هست که به سوی غضب میره. معنی عین همین بده است، در تربیتش عالی رتبه های، در ملکش عالی رتبه های، در قدرتش عالی رتبه های. هر چیزی که شما میبینه یگان چیز از تربیتی او بیرون نیست.